90% مادرانی که من بهشون مشاوره میدم معتقدن خوردن سیب و به در دوران بارداری باعث زیباتر شدن فرزندشون میشه. شاید شما شنیده باشید میگن اگه میخوای بچه‌ت خوشگل بشه مدام سیب بخور. اما اگر به شما بگم این باور یک حقیقت بسیار حیاتی تر و شگفت‌انگیزتر رو نادیده میگیره که حتی از زیبایی ظاهری هم مهمتره، چی میگید؟ امروز میخوام این افسانه رو با هم دیگه کالبد شکافی کنیم و ببینیم آیا واقعا تغذیه و مصرف سیب یا به میتونه روی ظاهر جنین اثر بذاره یا خیر. و مهمتر از اون، علم درباره نقش واقعی این میوه ها چی میگه؟ تو این ویدیو میخوایم 3 موضوع کلیدی و اساسی رو با هم بررسی کنیم. 1. آیا غذاها واقعا میتونه مثلا رنگ چشم یا حالت صورت رو تغییر بده؟ 2. چرا سیب و به در همه فرهنگ ها اینقدر روش تاکید شده و علم مدرن درباره مواد مغذی اونها چی میگه؟ و 3. برنامه‌ریزی جنینی چیه؟ چرا نباید اونو با زیبایی ظاهری ما اشتباه بگیریم؟ در انتهای ویدیو یک نکته طلایی در رابطه با ارتباط مستقیم بین تغذیه و سلامت پوست نوزاد خواهم گفت که احتمالاً تا حالا در جایی بهش اشاره نشده. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. توی دنیای پر از توصیه‌های ضد و نقیض من کاملا میفهمم که چرا نگران هستید. شما بهترین ها رو برای نوزادتون میخواید و زیبایی هم خب بخشی از این تصویر ذهنی هست. اما اجازه بدید به عنوان یک متخصصی که خب 20 و چند سال در این حوزه دارم کار میکنم شفاف صحبت کنم. ژنتیک معمار اصلی ظاهر کودک شماست. با این حال علم تغذیه حرفهای بسیار مهمی داره. بیایید با یک حقیقت علمی شروع کنیم که ممکنه یه مقدار شما رو شوک زده کنه. رنگ چشم، فرم بینی، تکامل موی فرد، استخوان‌های صورت، همگی در لحظه دقا از دی ان ای مادر و دی ان ای پدر تعیین مشخص شده. هیچ ماده غذایی نمیتونه اون نقشه ژنتیکی فرزند شما رو دوباره بازنویسی کنه. آیا تا به حال فکر کردید که چرا این باورها درباره زیبایی وجود داره؟ ریشه این باورها معمولا در یک مشاهدات غیر علمیه. مادری که تغذیه سالم داشته، نوزاد سالم به دنیا آورده، حالا پوست شفاف بوده یا اصطلاحاً زیبا دیده شده. اما این به خاطر سیب بوده یا سلامت کلی بدن مادر؟ من در ادامه بهش اشاره میکنم. اگر تغذیه نمیتونه ژن‌ها رو عوض کنه، چرا اینقدر روی اون تاکید داریم؟ چون تغذیه بستر رشده. مثل چی؟ تصور کنید ژنتیک نقشه ساخت یه خونه است. تغذیه مصالح ساختمانی اونه. اگر مصالح ساختمانی عالی باشن، خونه که اینجا اون نوزاد شما هست به بهترین شکل در نقشش تعریف شده و اون نقشه اجرایی میشه. چرا سیب و به رو به عنوان قهرمان میدونن؟ بسیاری از باورهای قدیمی در رابطه با سیب و به ریشه در طب قدیمی و طب سنتی داره. و خبر خوب این که علم تغذیه مدرن هم بسیاری از این فواید سیب و به رو تایید میکنه. خوب گوش بکنید. سیب سرشار از فیبر پکتین هست. پکتین نه تنها به هضم غذا در مادر کمک میکنه که از انگار اون یبوستش جلوگیری کنه، بلکه به تنظیم قند خون هم کمک میکنه. چرا این برای جنین مهمه؟ چون اون نوسانات شدید قند خون مادر میتونه باعث ماکروزوم شدن یا بزرگ شدن بیش از حد جنین بشه. سیب سرشار از آنتی اکسیدان ها ویتامین C هستش که شما میدونید ویتامین C برای ساخت کلاژن که مال پوست هست بسیار حیاتیه. در مورد به هم من مطالعه زیاد کردم. مطالعات نشون میده که به دلیل داشتن عنصر مس، پتاسیم، فیبر بالا، اینا همه عنصرهای حیاتی است. تو برخی از منابع سلامت به دلیل خواص ضد التهابی حتی برای کاهش حالت تهوع بارداری به رو پیشنهاد میدن. وقتی مادر تهوع کمتری داشته باشه خب بهتر غذا میخوره، جنین هم مواد غذایی بهتر و بیشتری دریافت میکنه. و واقعا نکته همینجاست. گوش کنید، ما نباید به این میوه به چشم لوازم آرایشی خوراکی نگاه کنیم، بلکه اونا رو باید به عنوان سوخت با کیفیت برای سیستم ایمنی و عصبی و پوست جنین ببینیم.
اینجا یه نکته هست که خیلی ها اونو نادیده میگیرن. میدونستید مصرف بی‌رویه هر چیزی، حتی همین میوه های سالم و مفید، میتونه تعادل قند خون شما رو به هم بزنه؟ ما در بارداری تنوع رو بیشتر از تکرار یک ماده غذایی بهش اهمیت میدیم. چیزی به نام برنامه‌ریزی جنینی وجود داره. تحقیقات نشون میده که تغذیه مادر در دوران بارداری میتونه در واقع بیان ژن کودک رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نمیتونید رنگ چشم کودکتون رو تغییر بدید، اما میتونید روی میزان سلامت پوست و چشم و ایمنی و متابولیسم بچه‌تون تو بزرگسالی تاثیر بذارید. یه مثال بزنم براتون. مادری رو در نظر بگیرید که با داشتن یه رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان‌ها مثل میوه‌های C و B از التهاب سیستمیک جنین جلوگیری میکنه. این کارش محیط رحم رو برای جنین بهینه‌سازی کرده. نتیجه چی میشه؟ خب یک نوزاد با وزن مناسب، با یک سیستم ایمنی قوی و یک پوست سالم و شفاف. این همون چیزی که مردم عادی بهش میگن زیبایی. اما در واقع زیبایی تنها نیست، یک سلامت نوزاد هستش. و نکته مهم علمی، هیچ مطالعه علمی دقیق و معتبری وجود نداره که ثابت کنه خوردن سیب رنگ پوست جنین رو روشن میکنه یا به صورت بچه رو زیباتر میکنه. این جملات بیشتر جنبه افسانه‌ای و بازاریابی و حرفای بدون پشتوانه علمی داره. من اینجا یه هشدار سلامت بهتون بدم. اگر شما خیلی باور کنید که سیب باعث زیبایی بچه میشه، به باعث خوش رنگ شدن پوست بچه میشه و فقط رژیم غذایی این میوه ها رو بخورید و مواد مغذی دیگه‌ای مثل پروتئین ها که برای عضله سازی لازمه، کلسیم که برای استخوان سازی لازمه، اسید فولیک که برای رشد اعصاب لازمه، اونا رو نادیده بگیرید، نه تنها به زیبایی کمک نکردید بلکه سلامت عمومی جنینتون رو هم به خطر انداختید. یک جنین زیبا از نظر جامعه جنینی که در مرحله اول سالم و تکامل یافته باشه. قبل از اینکه یک نکته مهم رو بگم جمع‌بندی کنم. اگه این ویدیو به شما کمک کرد تا اون ترس‌های بی‌موردتون رو کنار بذارید و دیدگاه‌های علمی نسبت به تغذیه در دوران بارداری پیدا کنید، حتما ویدیو رو لایک کنید تا بقیه مادرانی هم که مثل شما نگران هستن و سوال دارن این ویدیو رو ببینن. اگه سوالی دارید که هنوز تو ذهنتون مونده در رابطه با رژیم غذایی، در رابطه با میوه ها، حتما توی کامنت ها از من بپرسید. من شخصا کامنت ها رو میخونم و به سوالات پرتکرار پاسخ میدم. مهمتر از همه، اگه دوستی دارید که مدام توصیه میکنه فقط سیب بخور در دوران بارداری، این ویدیو رو براش بفرستید تا اون هم آگاهی شما رو در رابطه با رژیم غذایی در بارداری پیدا کنه. من توی یک ویدیوی دیگه در مورد این که هر ماهی چه میوه‌هایی برای شما و جنینتون فوق‌العاده مفید هستن صحبت کردم که لینکش رو براتون میذارم، میتونید اونجا این ویدیو رو ببینید. خب بیاید جمع‌بندی کنیم. یه قولی در ابتدای ویدیو بهتون دادم، اون نکته طلایی در رابطه با پوست جنین اون چیه؟ ببینید، پوست آینه سلامت داخلی هر فرده. آنچه به پوست نوزاد شما درخشش و شفافیت میده ترکیبی هست از ژنتیک عالی شما و یک رژیم غذایی متنوع و سرشار از آنتی اکسیدان ها، نه فقط یه میوه خاص. پس 3 نکته رو امروز یاد گرفتیم. 1. ژنتیک رئیسه. ظاهر فیزیکی نوزاد رو ژن‌ها تعیین میکنن، نه رژیم غذایی. 2. سلامت یعنی زیبایی. تغذیه درست مثل مصرف C و B باعث سلامت پوست و سیستم ایمنی جنین میشه که در نهایت یه نوزاد سالم و شاداب رو به دنیا میاره. 3. تنوع کلید موفقیته. هیچ ماده غذایی جادو نمیکنه. سلامت واقعی در گروه پروتئین ها هست، سبزی ها هست، میوه ها هست. فراموش نکن مادر عزیز، زیباترین نوزاد نوزادیه که با تمام توان ژنتیکیش و در سایه سلامت کامل شما به دنیا میاد. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید.